سلام جونم بهتون بگه که موقع قطع کردن VPN تبلیغ این بازی دیدم، به نظر جذاب بود، واسه همین رفتم یکیشو دانلود کردم. همونجور که میبینین کلیت بازی یه داستانی داره. معمولا اینه که یه زن بدبخت یه بچه به بغل داره، شاید یه بچه دیگه هم داشته باشه، از شوهرش داره جدا میشه و میره یه جایی که کار میکرده، میبینه یه اتفاقی افتاده. حالا یه واسه رستوران معمولا یه مسمومیتی پیش اومده، یا اون خونه قدیمی مال یکی دیگه بوده، یا آتیش گرفته خراب شده و حالا میری کم کم وارد فضا میشی. همه این مدل بازی ها با مرج کردن و ادغام کردن، حالا شیرینی، ابزارالات، هر چیزی میتونه باشه. همشون همین مایه هان و هی باید بازی کنی، لول آپ بشی و انقدر فضای بزرگی داره اون، حالا رستوران، خونه یا هر چی، که باید کم کم آنلاک بشن و تو با هر مرحله که میری جلو یه مقدار کوین جمع میکنی، جم داری و میتونی واسه دکوراسیون اونجا یه تصمیمایی بگیری و این انگار تا ابد ادامه داره. و همیشه وسط بازی یه سری مکالمه هایی وجود داره که من معمولا حوصله ندارم، میزنم جلو و یه داستانی رو دنبال میکنه که معمولا اینجوریه که به چند نفر مشکوک میشه یا با یه عده‌ای وارد رقابت میشه و میخواد که اونا رو حل بکنه. شاید اگه بخواین واسه تقویت زبان استفاده کنین بد نباشه این دیالوگا رو بخونین. من الان به همین راحتی رسیدم به لول 7 و این یه دونه بازی خیلی قبل از هر مرحله‌ای نیاز به دانلود داره و اینش خیلی میرفت رو مخ من. احساس میکردم که همینجور داره نت منو میخوره. و یه بدیهی هم که داره اینه که این بازی رو اگه 1 ساعت در روزم انجام بدی تموم میشه، یعنی دیگه باید بری جم یا حالا هر چیز دیگه رو پولی بخری تا بتونی ادامه بدی. این خیلی چیز بدی بود و فقط شاید 1-2 ساعت اولش باش خوش بگذره. اینم بگم که فقط این نه، 2 تا بازی دیگه ایشون رو امتحان کردم و تقریبا همشون عین هم بودن. مرسی، خداحافظ.